آیا میتونید اسم بزرگترین مار زمین رو نام ببرید؟ اسمش اسم یه فیلم معروف و ترسناکه. تونستید حدس بزنید؟ آره، آناکوندا. اگه اونو کنار بزرگترین کروکودیل روی زمین یعنی کاسیوس که بیش از 1 تن وزنشه بذاری، میشه یه فیلمنامه ترسناک رو نوشت. اما این موجودات گول‌پیکر در مقابل 2 موجودی که زمانی روی زمین زندگی میکردن مثل یک نوزاد میمونن، تیتانابوا و کرونوسور. آخرای ویدیو گفتم که اگه این 2 موجود برگردن به زمان حال چه بلایی سر زمین میاد. توصیه میکنم از دستش ندید. قبل از اینکه بریم سراغ تونل زمان تا این 2 موجود رو برگردونیم، اجازه بدید یه ذره بیشتر بشناسیمشون. تیتانابوا که بزرگترین مار تاریخ کره زمینه، حدود 60 میلیون سال پیش روی زمین جلوم میداده. طول این مار 13 متر و بیشتر از 1 تن وزنش بوده. آناکوندا هم که بزرگترین مار امروز زمینه، کوتاه نیست. قد اون به نصف تیتانابوا میرسه، اما از لحاظ ضخامت در مقابل تیتانابوا مثل یک نخدندون میمونه. 1 متر ضخامت این هیولا بوده. در زمان زندگی این مار اسب آبی وجود نداشت. میدونید که اسب آبی یک حیوان بزرگ و پرقدرته، اما تیتانابوا میتونست اون رو به راحتی گورت بده یا به قول معروف یه لقمه چپش کنه. محل زندگی این مار هم بیشتر تو مرداب ها بوده و از انواع ماهی ها تغذیه میکرده. حتی به پرنده ها هم حمله میکرد. یعنی اگه بالم در میآوردی از دست این مار در امان نبودی. هیکل این مار نشون میده که اون حداقل به روزی 40 کیلو غذا احتیاج داشته. البته غذای اصلی این مار کروکودیل ها بودن و تیتانابوا وقتی یک کروکودیل 6 متری رو میخورده حداقل تا 1-2 هفته سیر میشد. روش شکار کردن تیتانابوا هم مثل آناکوندا له کردن طعمه است. دور طعمه میپیچه، استخونهاشو خورد میکنه و بعد درسته گورتش میده. فشاری که تیتانابوا میتونست به طعمه‌اش وارد کنه 28 کیلوگرم بر هر سانتی متر مربع بوده، مثل یک پرس خیلی سنگین. حالا که مار تیتانابوا رو شناختیم، اجازه بدید اون کرونوسور رو هم که میخواد کنار تیتانابوا بیاد بشناسیم. کرونوسور بزرگترین مارمولک زمینه. از تیتانابوا کوچیک‌تر اما یک درنده خیلی خشن بوده. فکش قشنگ باز میشد و دندونهای خنجر مانندش رو با کمک فک‌های قدرتمندش وارد بدن طعمه میکرده و هیچ طعمه‌ای نمیتونه از دست این فک‌ها فرار کنه. دانشمندان میگن اندازه کرونوسور رو میتونیم با نهنگ آبی مقایسه کنیم، ولی خیلی چابکتر و چندین برابر قدرتمندتر. 10 متر طول این مارمولک گول‌پیکر بوده و 12 تن وزن داشته. قیافش هم نگاه کنید، شبیه کروکودیله، اما یک کروکودیل 12 تنی. تا اینجای ویدیو نگاه کردی، لایک یادت نره. حالا این 2 موجود رو شناختیم، بریم تو تونل زمان و برگردیم تو سال 2023. اما فرقش اینه که این 2 تا موجودم با ما حضور دارن. دانشمندان میگن اگر تیتانابوا امروز وجود داشته باشه، محل زندگیش جای استوایی و بارونیه، مثل آمازون، کنگو یا اندونزی. امروزه اطراف این جنگل ها پر از شهره و تیتانابوا هم هر موقع اشکش کشید یک سری به این شهرها میزنه. شاید بگید همه خونه ها در و پنجره دارن و این نمیتونه کاری بکنه، ولی این اشتباهه. این مار اونقدر وزن داره که به هر دری یه ذره فشار بیاره به راحتی اون در رو میشکنه. تیتانابوا برای سیر کردن شکمش به شهرهای نزدیکش سر میزنه، ولی شهرهای بزرگ و دوردست نمیتونه بره چون زیاد روی خشکی دووم نمیاره، مگر اینکه وارد فاضلاب بشه و از اون راه خودشو برسونه به شهرهای بزرگ. وقتی هم برسه به شهرهای بزرگ فکر میکنه هرچی دلش بخواد اینجا میتونه بخوره، ولی سخت در اشتباهه، چون اگه انسان ها این رو ببینن میگیرنش و میندازنش تو قفس برای تماشا. پس تیتانابوا برمیگرده به محل زندگیش، یعنی مرداب ها، جایی که غذا به اندازه کافی براش هست. این اگر واقعا برگرده به زمین، سلطان جنگل های استوایی میشه و هیچ حیوانی زورش به این نمیرسه. با این همه کارهایی که تیتانابوا انجام میده، به نظرت انسان ها با این چیکار میکنن؟ تو کامنت ها بگو. حالا بریم ببینیم کرونوسور چیکار میکنه. غذای کرونوسور تو اون زمان لاک‌پشت ها بودن.
کرونوسور لاک‌پشتا رو خورد میکرده و میخورده، ولی غذای الانش چیه؟ لاک‌پشت که میتونه پیدا کنه، ولی لاک‌پشت‌های الان سیرش نمیکنن چون خیلی کوچیکن. پس میره سراغ بزرگترین حیوان زمین، یعنی وال آبی. برای این میگم وال آبی چون رنگش آبیه، نه اینکه توی آب زندگی میکنه. چون وال آبی نمیتونه با کرونوسور بجنگه، اون تیکه تیکه از بدن وال آبی میکنه و زجر کشش میکنه. البته اگه انسان ها زودتر پیداش نکنن، چون اگه پیداش کنن همین بلا رو سر خودش میارن.